سلام، وقتتون بخیر. من سعیده هستم، روان درمانگر چاقی و اینجا پیکر تراشی بدن با مغز بدون رژیم و دارو و دمنوش. تو قسمت قبلی از فصل 4 کتاب از رژیم لاغری کاری ساخته نیست به این نتیجه رسیدیم که ما یه سری دلایلی داریم که علاوه بر وقتایی که گرسنه هستیم تو وقتای سیری هم به خودمون کردیت و اجازه خوردن رو میدیم. 14 تا آیتمشو گفتم، آیتم های دیگر رو بخوام با هم دیگه بررسی بکنیم. اگر قسمت های قبلی رو ندیدی خواهش میکنم حتما برگرد و قسمت های قبل رو ببین. به هم دیگه پیوستن. اینجا رو گوش بکنی چیز زیادی دستتو نمیگیره تا اون پایه ها و آجرهای اول توی ذهنت چیده نشده باشه. دلیل 15 غذا خوردن قبل و بعد از تمرین ورزشی. اگر میخواید ورزش کنید باید قوی باشید. اگر غذا نخورید تو سالن ورزش بیهوش میشی. به هر صورت هم که از هر چقدر هم که میتونی بخور، چون در بین تمرین ورزشی حل میشه و از بین میره. بعد از تمرین هم احساس خوبی پیدا میکنی، کلی کالری اضافی سوزوندی، پس حالا حق شماست که بخواید پرخوری بکنید. آره یا نه؟ مورد 16 غذا خوردن دور از چشمان دیگران. کسی شما رو نگاه نمیکنه، بنابراین غذا میخورید. در طول روز گاهی بعضی ها مراقب شما هستند و همیشه نگاهتون میکنن، اما حالا که حضور ندارن هر چی میخواهید میتونید بخورید. آره یا نه؟ من اینو خیلی از مراجعینم میشنوم که وقتی میرسم خونه انگار که به یه آزادی عجیبی رسیدم و انقدر پرخوری میکنم که بعدش واقعا ناراحتم از این اتفاقا. مورد 17 در جستجوی رضایت خاطر. زنی به نام کارن از اهالی نیویورک میگفت که سالها دنبال کاری میگشت که رضایت خاطر اونو جلب کنه. به نظر میرسید آنچه را که میخواهد از شغل یا رابطه زناشوییش به دست نمی آورد. بنابراین به این نتیجه رسید بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که به سراغ یخچال بره. همه روز در یخچال باز میکرد، به قفسه های اون نگاه میکرد، دنبال چیزی میگشت که اونو خوشحال کنه. هر چی به دستش میرسید در دهانش میذاشت، اما سرانجام اون آن چیزی که دلش میخواست پیدا بکنه نه توی یخچال بود نه توی آشپزخونه. آره یا نه؟ دلیل 18 درد گرسنگی. احساس مضحکی در معده خود پیدا میکنین. مادرتون قبلا به شما گفته که این درد گرسنگیه و حالا شما به سرعت به خود میگوین بهتره یه چیزی بخورم تا از این درد خلاص بشم. اما این ابداً اون اتفاقی نیستش که میفته. درد معده مانند سردرد نیست. در نهایت میتوان گفت که احساس گرسنگی میکنم. دستتون رو مشت کنید و به اندازه اون نگاهی بندازین. چقدر غذا لازمه تا این مشت پر بشه؟ معده شما هم همینقدره. اما شما چقدر غذا میخورید؟ آنقدر میخورید که معدهتون 2 برابر و 3 برابر دستتون منبسط میشه. بعد وقتی میخواد به حالت اول برگرده سر و صدا میکنه و صدا تولید میکنه. باید جشن بگیرید دوباره با خوردن. این ترس از گرسنگی یکی از دلایل پرخوریه و من این ترس رو نداشتم تا زمانی که باردار شدم. وقتی که خب ماهای آخر بارداری بود، هر وقت که بچم گرسنش میشد، یعنی غذا میخواست و من هم گرسنه بودم یا انرژی کافی نداشتم، مخصوصا صبحهای زود به شدت لگد میزد و من با این لگدها یا از خواب میپریدم یا متوجه میشدم که اون گرسنشه و سریع چیزی میخوردم. این ترس هنوزم که هنوزم من تو وجودم حسش میکنم که وقتی گرسنه میشم احساس میکنم باید سریع چیزی بخورم، در صورتی که ما بارها شده که روزه بودیم، جایی بودیم نباید چیزی میخوردیم، نمیتونستیم بخوریم، چیزی نبوده بخوریم و تعداد ساعت زیادی ما تونستیم زنده بمونیم. همینجور که حالا میدونیم آدم گرسنه تا 1 هفته 2 هفته بدون غذا هم میتونه زنده باشه. اما وقتی این ترسه در ما به دلایلی مثل همینی که من گفتم نهادینه شده، یک کمی دور شدن ازش برای ما سخته. برگرد تو هم ببین اگر که گرسنه نمیشی و میترسی، این ترسه از کجا درونت به وجود اومده. دونستنش خیلی کمک میکنه که متوجه شی الان گرسنت هست یا اینکه دلت میخواد فقط به بهانه ترس از گرسنگی و ترس از اینکه زودتر بخورم که گرسنه نشم که اون ترس رو احساس نکنم داری میخوری. دلیل 19 من حالا بزرگ شدم، هر کاری دلم میخواد میتونم بکنم. وقتی بچه بودم پدر و مادر غذامو کنترل میکردن. گاه از پدر و مادرم عصبانی میشدم. از این رو به این نتیجه رسیدم که هر وقت بزرگ شدم هر چی دلم بخواد میخورم. پول خودم هر جوری دوست دارم خرجش میکنم. برای تو همین اتفاق افتاده یا نه؟ من خیلی وقتا مراجعینی رو دارم که بعد از ازدواج وزنشون اضافه شده و اکثرشون توی
هیپنوتیزم، توی روان درمانی عمیق به این نتیجه میرسن که آره من مثلا عیدها مامان همیشه شیرینی رو قایم میکرد، میگفت برام مهمونه و ما یواشکی میخوریم، الان من همیشه عیدها 5-6 کیلو اضافه میشم چون مدام هر چی شیرینی داریم میخورم. یا از وقتی که سر کار رفتم صبح که میرسم از سوپرمارکت انقدر خوراکی میخرم و در طول روز تو شرکت میخورم که واقعا اضافه وزنه داره به چشم همه میادش. این اون ذهنیت هاییه که والدین توی باورهای بنیادین ما به وجود آوردن. دلیل 20، خوردن ناخودآگاه. گاه اتفاق میفته چنان غذا میخوریم که انگار بخشی از ما یک ماشین غذاخوریه. هر بار به سینما میریم انواع هله هوله رو با ولع کودکانه میخوریم. اول لقمه خیلی جالب و خوشمزه است، لقمه دومم خوب و جالبه، اما بعد از آن هوشیاریمون رو از دست میدیم وقتی به خودمون میریم که دستمون به انتهای پاکت پف فیل رسیده و در 95% مواقع ناخودآگاه خوردیم. تجربهش کردی یا نه؟ دلیل 21، غذا خوردن از روی بی‌حوصلگی و کسالت. زمان در اختیار شماست. اگر میخواین برای خوردن غذا وقت صرف نکنین، پس آن رو برای چی میخواین؟ غذا خوردن وقت میگیره. باید فکر کنید که چه میخواین. بعد به فروشگاه برید و آن چی را میخواهید بخرید. بعد غذا آماده کنید و در نهایت اون رو بخورید. بعد ظرفا رو بشورید، همه چیز رو جمع بکنید. کسایی هستن که روزی 4 تا 6 ساعت برای غذا صرف میکنن و خوردن وسیله‌ای برای پر کردن وقت اوناست. بله یا نه؟ بذار اینجوری بهت راهنمایی کنم. من مثلا یه مراجعی داشتم که به دلیل اینکه فرزندانش مهاجرت کرده بود و همسرش در قید حیات نبود و تنها بود، خوردن براش به نوعی شده بود همدم و دلیلی برای گذراندن روز. نتونسته بود دوستی داشته باشه، کتاب بخونه، بیرون بره و میگفت که حالا که دیگه اینقدر اضافه وزن دارم، خیلی شرایطش سلامتیش بحرانی شده بود که باید سریع وزن کم میکرد و به زور رژیم گرفته بود از ترس اینکه خدای نکرده سکته بکنه. میگفت من افسردگیم خیلی شدیدتر شده و قرص دارم میخورم به خاطر اینکه من رژیمم هیچی نمیتونم سفارش بدم. دوست من اسنپ فود بود که من مدام در حال سفارش دادن از صبح تا شب بودم، میچرخیدم هر چی داشت سفارش میدم میخوردم. الان که از ترس سکته و دیابت نمیخورم حالم واقعا بده و در طول روز واقعا به افکار خودکشی فکر میکنم. این دلایل ریز خیلی به ما آسیب میزنه. لطفاً دقت بکن ببین آیا در تو هم چنین دلایلی حتی در حد خیلی کوچک وجود داره یا نه. دلیل 22، نگرانی و خوردن. اوضاع ابداً بر وفق مراد نیست، گرفته و مشوشی، نمیدونی مشکلت چیه ولی یه مشکلی وجود داره. سریع ترین و راحت ترین راه برای جدا شدن از تشویش چیه؟ غذا خوردن. یا در شرایط ناراحت کننده قرار داری، شاید داری با همسرت متارکه میکنی یا در اداره با مدیرت مشکل داری یا گرفتن یه بحران شخصی شدی، به جای اینکه با احساست کنار بیای غذا میخوری. اشکالش کجاست؟ اشکال اینه که اون احساس ناخوشاینده برمیگرده و اغلب حتی پرشدت برمیگرده و اضافه هم میشه، اما مدام تو برای رفعش غذا میخوری. تجربهش کردی؟ دلیل 23، خوردن خلاق. عاشق آشپزی هستی، در این کار خیلی عالی ظاهر میشی. این یکی از راه‌های ابراز وجود شماست. نمیتونی از آنچه که از شما انتظار دارن که آشپزی کنی آشپزی نکنی. این انتظار هم درست نیست که وقتی غذایی رو چشیدی اونو توی سطل زباله بریزی. بالاخره یکی بعد اونو بخوره دیگه و این شخص میتونه خود شما باشی. تجربهش کردی؟ دلیل 24، خوردن در روز تعطیل. شب تعطیل همه انتظار دارن غذای مفصل بخورین، شب عید همه زیاد میخورن، لاغرها هم از این قاعده مستثنا نیستن. چه شب عیدیه که آدم غذا نخوره، همه تعطیلیم، منم میخوام از تعطیلاتم لذت ببرم. جشن دیگه، چه کسیه که روز عید رژیم باشه، روزه باشه، چیزی نخوره، میخوام لذت ببرم. آره یا نه؟ دلیل 25، خوردن انرژی. اگر میخواید امروز خوب کار کنید به انرژی احتیاج دارید. شبم که خسته ای باید غذای بیشتری بخورید. ممکنه نگران باشید که اگر غذا نخوری انرژی شما کم میشه. شما با خوردن غذا احساس آرامش میکنید. اگر غذا نخورید عصبی میشید و قرارهاتون از دست میدین. تجربهش کردی؟
دلیل 26 خوردن با رعایت مراسم ویژه. شما یه غذای خاصی رو تو زمان خاصی یا در شرایط به خصوصی میخورید. این کار رو همه روزه انجام میدین، حتی اگر قرار باشه ساعت 3 بعد از ظهر وسط خیابون نون شیرینی بخورید این کار رو میکنید. اگر در مراسمی غذا نخورید احساس میکنید سرتون کلا رفته. زنی رو میشناسم که همیشه ساعت 10:30 صبح قهوه میخوره، صبحها به شیرینی فروشی میره، دونات میخره، اونو به محل کارش میره تا با قهوه بخوره. یه بار صاحب شیرینی فروشی بیمار شد و چند روز فروشگاهش تعطیل بود و این زن در آن نزدیکی جایی رو سراغ نداشت که دونات بفروشه. او حاضر نبود نون شیرینی های از نوع دیگری رو بخره. آره یا نه؟ من از این مناسک و مراسم ها توی مراجعینم هم خیلی میبینم. خیلی وقتا هم برای خودم وجود داشت. مثلا اگر برم بازار باید حتما که فلان جا چلو کباب بخورم. کیه که بره مشهد و مثلا فلان رستوران نره، دیزی سنگی نخوره؟ کیه که نره شیراز و فلان غذا رو نخوره؟ کیه که نره اصفهان و حتما چند باری غذای مخصوص اونجا رو نخوره؟ این افکار همون دلایل چاق شدنت میتونه باشه که هر کدوم از این 26 مورد تا الان رو بتونی دونه دونه حذفش بکنی، خواهی دید که دیگه لازم نیست رژیم بگیری و وزنت داره کم میشه. مورد 27 خوردن در زمان مشخص. ساعت 12 ظهر وقت اونه که به اتفاق دیگران بریم پشت در رستوران اداره صف بکشیم، یا صبح مانند پادشاهان باید صبحانه بخوریم. بدن شما چه احتیاج داشته باشه چه نداشته باشه باید همه روزه بارگیری بشه. آره یا نه؟ دلیل 28 خوردن از روی احساس گناه. ممکنه صبح دیر از خواب بیدار شده یا باید به کسی زنگ میزدی و فراموش کردی، شاید هم سر بچه‌ها فریاد کشیدی یا در محل کار مرتکب اشتباه شدی. با این احساس گناه چه میکنی؟ غذا میخوری. بعد به خاطر خوردن هم احساس گناه میکنی. شاید فکر کنی راهش خوردن غذای بیشتریه. مورد 29 غذا و عشق. عشق میتونه به غذا خوردن منجر بشه. وقتی رابطه تان به هم خورد، غذا میخورید، ناراحت و گیج و سردرگم و مشوش هستید، میخواید با خوردن غذا به آرامش برسید. معلومه چرا وقتی مردم عاشق میشن باز هم زیاد غذا میخورن. در این زمان اشخاص ظاهرا باید بخواین که لاغر بشن. درسته؟ این تجربه کردید تو ورود به یه رابطه یا خروج از رابطه غذای بیشتری بخوری؟ و مورد 30 خوردن سوغاتی. به شهری برای گردش رفتین، تو مسیرتان به یه رستوران کوچک با غذاهای عالی میرسین. وارد رستوران میشین، طوری غذا میخورید که انگار داری برای بستگان سوغاتی میخرید. ولی وقتی که به خونه میرسی اونا رو که نمیتونی به کسی هدیه بدی، پس میچسبن به کمرت و میشن چاقی بیشتر. آره یا نه؟ خب امیدوارم که برای این مواردی که گفتم ارزش قائل بشی. خیلی وقتا شده ما موارد و اطلاعات رایگانی که به دستمون میاد و احساس میکنیم حالا خیلی هم چیز خاصی نباید باشه چون رایگانه، یا چی کار میخواد برام بکنه. شما حتی اگه روان درمانی رو هم شروع بکنید، با آموزه های این چنینی و با تغییرات رفتارتون و در عملکردتون میتونید لاغری بدون رژیم رو تجربه بکنید. هیچ راه جادویی وجود نداره غیر از اینکه الان زمان بذارید و حداقل همین 30 مورد رو برگرد بنویس برای خودت و شروع بکن به حذفش، کم کردنش توی زندگیت تا کم کم معجزه تغییر رفتار رو ببینی. اون موقعی که 1-2 کیلو بتونه رژیم کم بکنی تازه متوجه میشی که واو چقدری مغز قشنگ میتونه برنامه ریزی بشه و چقدر عالی ما میتونیم این تغییرات رو توی مسیرهای عصبی مغزمون به وجود بیاریم. امیدوارم که قدر خودتو بدونی. من قدرتو میدونم، ارزشتو میدونم و برات تولید محتوا میکنم تا باورت بشه که چقدر تو میتونی توانمند باشی. ساعت خوشی رو برات آرزو میکنم. موفق باشی.